رسانده. زن و مرد کشور ما را در بازارهای جزیره العرب خرید و فروش کردن. در کتاب فتوح البلدان آمده. اونا رو طبق روایت به حساب طبق کتاب اسلامی خرید و فروش کردن یا جهالت؟ نه، طبق کتابایی که خودشان به افتخار در مورد ملت ما نوشتن که زنهای از مردم خراسان را بردیم در بازارهای گرم فروختیم، بچه بیریش گرفتن از وطن ما، بچه‌های نوجوان و نوبالغ را بردن امرشان بالشان تجاوز کردن سپاه اسلامیان یا سپاه مسلمانان در زمان خلافت عمر ابن خطاب. او کار کردن اونا شرعی دانستن، قانونی دانستن، اینا قانونی. ولی اسلام همین اجازه را میده که مال و جان کافر را بگیرین و خودش را بکشین، زن و فرزندش را بگیرین، غلام و کنیز بگیرین بفروشین. اسلام اجازه میده. بله. خب بسیار بد است برادر عزیز. خب اسلام بد است دیگه، من که بد نیستم. او رقم خب من معلومات ندارم، تا بال نشنیدم. من معلومات دارم براتون میگم. کتاب فتوح البلدان را به زبان فارسی بخونید ببینید که چه جنایت در حق ما تازیان کردن. فرزندان محمد بن عبدالله، گروه جهل، گروه سیاهی با پرچم سیاهشون آمدن که تا امروز هم داعش همون پرچم را داره. همون پرچم داعش است. پرچم داعش مهر محمد است. مهر انگشتر محمد است. پرچم داعش، این انگشتر محمد پرچم داعش است. البته خود اسلام خواست بین نمیره، هر خیر خودی تلاش کنه. نه، اسلام از بین نمیره، آرمان خواهی شما هست. همین نظر را مسیحیان میدادن. همین نظر را کسانی که آلت تناسلی را خدا میدانستن میدادن. همین نظر را کسانی که به خدای خورشید باورمند بودن میگفتن خورشید خدا است، هیچ وقت نابود نمیشه. اما امروز دیگر هیچ جاهلی نمیگه که خورشید خدا است. اسلام هم انقراضش میرسه، اسلام منقرض میشه. شما تشویش نکنید، نگران نباشید. ما میرسیم به داد اسلام. شاید وقت استخوانای ما خودت باشه. اگر استخوانم نبود ایده ما باقی میمونه، مفکوره ما باقی میمونه. این نقد اسلام را ما فرهنگ سازی میکنیم. اگر من بمیرم نسل بعدی اسلام را نقد میکنه، تا وقتی که ریشش را به غار حرا برنگردونن نقدش میکنن. شما نگران نباشین اصلا. تشویش نکنید. برادر عزیز کوشش کو، تلاش کو، حتما یک جای میرسی. میرسیم. تشکر، وقتتون خوش. زنده باشی. بای بای.